انسان میخواهد که تقواش زیاد شود و راههای زیاد شدن تقوا را جستجو که داشته باشد، حتما در طاعت و عبادت، یعنی که در طاعت و اطاعت پروردگار و در انجام دادن عبادت های فریضه الهی بسیار کوشش کند انسان و به قدر توانش یکی از راههای نزدیک شدن به تقوا، یعنی که یکی از راههای زیاد شدن تقوای انسان همین است که انسان باید حتما پایبند عبادت باشد و دوم دور ایستادن از مکانهایی که در آنجا معصیت و نافرمانی پروردگار انجام می‌یابد. هست بعضی از مکانها مجلس هایی که در آنجا معصیت است، در آنجا گناه است، نافرمانی پروردگار است و انسانی که میخواهد که تقواش زیاد شود و صاحب تقوا باشد حتما کوشش کند که از این گناه راه، از این گناه مکانها چکار کند؟ دوری بجوید و دیگر اگر به نافرمانی دست زد و آن را آشکار نکند. یکی دیگر از راه زیاد شدن تقوا انسان میشود که کدام کاری را سهوا و خطا انجام داد در حال استغفار کند و پشیمان شود تا که همون گناهی که انجام داده است افشا نکند، یعنی که دوباره در نزد چند نفر یا که در کدام یک مجلس دوباره چیکار نکند؟ تعریف و توصیف گناه خودش نداشته باشد.